امیر سرافراز ارتش شهید مسعود منفرد نیاکی در سال 1308 در شهرستان آمول دیده به جهان گشود. این دلاور مرد خستگی ناپذیر همزمان با شروع جنگ تحمیلی یگان خود را در اوایل جنگ از دورترین نقطه شرقی کشور به منطقه عملیاتی رساند تا نیروهای متجاوز رژیم بعث عراقی از صدای قررش تانک‌های ما هراسان شوند. این امیر سرافراز ارتش در عملیات‌های بزرگی همچون طریق القدس، تنگه چذابه، فتح المبین، بیت المقدس، والفجر مقدماتی و والفجر یک به قلب دشمن یورش برد و ضربات سهمگینی بر پیکر دشمن فرود آورد. این شهید والا مقام به علت شجاعت وافر و خلق حماسه‌های بی‌نظیر از سوی سپهبد شهید علی صیاد شیرازی به جانشینی نیروی زمینی ارتش در جنوب منصوب شد و در مناطق عملیاتی نقشی فراموش نشدنی و ماندگار ایفا نمود.